بیایید با هم ببینیم توی کوله یه دانشجو چی پیدا میشه و کلا برای دانشجو بودن ما باید چی هممون باشه وقتی این دانشگاه. خب بیایم شروع کنیم با گفتن سلام و شروع کردن کار. خب وقتی یه دانشجوی شما کیفت علنا کل زندگیته و تو داری روزانه کل زندگی تو خودت حمل میکنی. البته این بستگی داره که دانشجوی اون شهری هستی که داری توش زندگی میکنی یا خوابگاهی هستی. من خودم دانشجوی اون شهری هستم که دارم توش زندگی میکنم و خب یه مقدار وسایلی که با خودم میبرم بزرگتره و سنگینتره، چون اگر خوابگاهی باشی همه چیز دم دستت، راحت میتونی بری از خوابگاه بیاری، ولی خب من مجبورم وقتی اول صبح از خونه میزنم بیرون تمام وسایل رو با خودم ببرم و خب یه مقدار سخته. ببینم جیب اول شروع کنیم ببینیم چی توش هستش. من اینجوری میذارم که راحت‌تر ببینید. مهمترین چیز جعبه کارت‌ها، مترو، کارت بانکی، کارت مترو دوباره، کارت بانکی دوباره، کارت دانشگاه هم و کارت بانکی. این کیف جزء، یعنی این وسیله اگر نباشه من کلا نمیتونم هیچ جا باش برم و کلا چون اهل کیف پول نیستم ترجیح میدم که اینم از توی مترو خریدم، ترجیح میدم که یه چیزی داشته باشم فقط کارتامو کنار هم نگه داره و کارتام گم نشه. و دیگه ساعت، چون وقتی شما دانشجو هستی همش در حال کویز دادن، امتحان دادن، میان ترم دادن و این ساعت خیلی به دردتون میخوره، چون اگر هم دیده باشید اکثر ساعت‌های تالارا و حتی ساختمان آموزش و هر جایی که به کلاس داشته باشید خرابه. پس ساعت یکی از ارکان مهمی که همراهتون باشه. البته این هم خوابه الان. و اینکه هدفون دیگه، این وقتی با مترو رفت آمد داری تو تهران دیگه این دیگه حیاتی ترین چیزیه که برای سلامت روانت میتونی با خودت داشته باشی. دیگه کلید منزل که این هم که دیگه باید تو کیف هر کسی باشه. دیگه اینجا هم مقدار آشغال هست. به هر حال دیگه آشغالیه کیف. حالا میریم سراغ کلید دوم. عینک دودی چیز مهم و تاثیرگذاریه، دست کمش نگیرید، چون که معمولا وقتی شما این تو دانشگاه بزنی همه فکر کنن شما داری تروسی میای، ولی این گونه نیست. اگر مثل من باشی که چشتو لیزر کرده باشی میفهمی که واقعا عینک دودی یکی از مهمترین ابزارهایی که من تو این کیف دارم. این چشم خیلی درد میگیره وقتی عمل که لیزرش کردم وقتی بهش آفتاب میخواد. تابستونه وی باد بزن مادرشو برداشته گذاشته تو کیفش چون پول نداره اون برقی و باتریاشو بخره و خب این به درد میخوره و من شخصا آدم به شدت گرمایی هستم و این خیلی چیزا و هرکی بهداشتی، دستمال و حالا چیزای دیگه، یه شوینده صورت، یه تونر که تونر هم البته خالی شده که بهداشتی حتما باید تو کیف آدم باشه. بعد دیگه ماشین حساب مهندسی. هر مهندسی یه دونه هزینه داره. البته تقلبای اینجا رو من گردن نمیگیرم. فکر میکردم مینویسم پاک میشه ولی متاسفانه با یه چیزی نتونستم پاکش کنم. ممنون میشم اگر شما تونستید تقلباتون رو از این جور جایی پاک کنید و هم بگید من با چی اینو پاک کنم. پاک نمیشه. و خب ماشین حساب مهندسی هم بیشترین کاربردش برای تقلب که تقلبو بذاری اینجا اینجوری بعد ببریش سر جلسه اینجا بخونی، ولی خب حالا ما مهندسیم باید داشته باشیم از اینو. و یک جام دادی که از دوران طفولیت همراه ما. من این جام دادی از دوران راهنمایی با خودم داشتم و توش خودکار بودکار و ایناست دیگه. دخترم دیگه همه دخترها این هایلایتر و 4 رنگ خودکار و این خیلی چیز ضروریه. این برای حفظ امنیت ها، خیلی هم کم توش مونده اگرم باز شه. برای حفظ امنیت یک دختر یک چاقو یا یک اینجور چیزی حتما باید تو کیفش باشه، چون من با اسنپ و مترو اینا رفت آمد میکنم. این چیز مفیدیه، یک سلاح سرد همراهتون باشه. افا با شوخی میکنم، به درد آدم میخوره دیگه. به هر حال خواستی یه در سوسی باز کنه اینجور کاری بکنه. این استند موبایل
واقعا به درد میخوره تو دانشگاه، چون من هر روز ممکنه لپتاپمو نبرم و بخوام با گوشیم درس بخونم و خب اینو میذارم روی میز سالن مطالعه، گوشیمو اینجوری میذارم روش و اینجوری یا اینجوری، اینم قاب گوشیمه، میذارم روش و درس میخونم. بریم سراغ زیپ بعدی. زیپ شلوغی رسید. یه تراول ماگ حتما باید همراهتون باشه، چون هزینه قهوه دانشگاه به شدت سنگینه. تراول ماگ که بری آب جوشش اونجا پر کنی و قهوه و نسکافه هم با خودت ببری به شدت با صرف مالیه. حتما این کار انجام به کلا ترفندهای با صرف مالی بهتون میگم. یه بطری آب که آبش رو از خونه پر نمی‌کنیم که کیفمون سنگین بشه، ببریم اونجا پر می‌کنیم. یه خوشبو کننده که اگر نزنی دیگه خری تو این فصل. لوازم آرایش مهمترین رکن کیف هر دختری اگه بتونم بازش کنم. خب من معمولا چه لوازم آرایشی همراهه؟ یه رژ مکه‌ای از ایناست که نمیره. من زیاد اهل رژ نیستم، ولی خب این یه چیزیه که از رو لب نمیره و من خیلی دوستش دارم، چون چیزایی که از رو لب میره من حال ندارم ترمیم کنم و خب کمتر ازش، یعنی اینجا یه رژ دیگه هم دارم ولی خب خیلی کمتر ازش استفاده میکنم. رنگش هم بعد مناسب دانشگاه باشه دیگه. ریمل، ضد آفتاب، خط چشم، رژگونه و این بیلبیلک رژگونه، یه دونه از اینا. بعد دیگه رسید اینا رو بذارم جاشون، به هر حال بردم. تیغ ابرو، یه ژیلت، این بیلبیلک رو که رژم باش پخش میکنم و کانسیلر رو این اسفنجایی نرمولو گودا. وقتی که من کلا زیاد کانسیلر رو ضد آفتاب و اینا استفاده نمی کنم، چون تازه دارم به پوستم رسیدگی میکنم و ترجیح میدم کلا آرایش نکنم که پوستم خراب نشه. خب حالا میریم سراغ جیبای کناری کیفمون. ببینیم این کنار چی داریم. شارژر که اینجاش هم پاره کردیم، برم این چسب زدیم. شارژر واقعا چیز مهمیه، چون آیفون هم دارم. دوستای آیفون باتریش به درد نمیخوره واقعا، هر 2 ساعت یه بار باید تو شارژ باشه. شارژر چیز مهمیه. بعد دیگه یه سری قرص و این چیزه چسب زخم و اشک مصنوعی به خاطر اینکه چشم رو لیزر کردم. زینک به هر دردی دواه، یعنی شما بگو جوش زدم، سوختم، هرچی شد، قرمز شد، درد میکنه، هرچی شد، زینک واقعا دوای دردشه. برای بنده که اینجوریه، استفاده کنید نتیجه میبینید. خب بذارمش اینجا. حالا بریم تو جیب کوچیکه بعدی که شما نمیتونید ببینید. این برای تصویر اونو. دوستان اونو محبوب ترین بازی منه. درسته بقیه توی دانشکده ما به پاسور باز بودنشون معروفن و اینکه بشینن کف دانشکده با هم پاسور بازی کنن، ولی من به اونو معروفم. من هر جا برم اونو هست و هر جایی که نرم اونو نیم و به همه اولین کادویی که معمولا میدم یه دست کارت اونو اگر نداشته باشم و با این عشق و حال بین کلاس ها به پاه. اگر نباشه منم نیستم. خلاصه خیلی چیز باحالیه، دوستش دارم. هر کی دوست داره بیاد با هم اونو بازی کنیم، دعوتش میکنم به بازی با من توش ادعا دارم. و دیگه میریم سراغ جیب آخر. مهمترین جیب چیز میزه درسیمون توشه. مثلا یه کتاب برای خالی نبودن عریضه. به هر حال بعضی اوقات تو متروی شارژ هدفونمون تموم میشه. کلا من آدم کتابخونی نیستم، ولی خب این برای بعضی مواقع دیگه استاد خیلی داره چرت و پرت میگه، اون نمیتونه گوشی باز نگه داری یا اینا، این به درد میخوره. یه پلنر همیشه باید همراه آدم باشه. برنامه‌های روزمو مینویسم ببینم چیکار کنم چیکار نکنم، چه جوری هم چندم. یه کلاسور، این دیگه واجب ترین چیزی که هر دانشجو میتونه داشته باشه. دست رد نمیکنه جزوات و اینا،
نه این تخت اینجوریا برای تمرین درس‌های محاسباتی که بنویسی و پاک کنی و چک نویس کمتر درختان کمتری رو بفهمی. اینم یه دونه این چیزاست که برگه آچار میذارن توش. من زیاد اینو به خودم نمیبرم، مثلا روزی که آزمایشگاه داشته باشم یا درسایی که بدونم برگه آچار نیازه و اینا، اینو به خودم میبرم، ولی اکثر روزا این یکی همراهمه. بعد مهمترین عنصر دانشجو بودن این شارژرشه. لپتاپ نباشه دانشجو هم نی. به شخصه برای من اینجوریه. من از ترمی که دانشگاه تا الان کلا 2 تا دونه کتاب خریدم، اونم اجباری بوده، یعنی استادا گفتن که حتما باید بخری. بقیهش من با این لپتاپ عزیزم از سال کلاس مثلا 9م تا سال 3 دانشگاه الان دارم با این لپتاپ میام و بهش وفادارم و خیلی هم دوستش میدارم. یه لنووه و خیلی هم در داغونش کردم، ولی این یکی از بهترین وسایلیه که تو کیف منه. و دیگه یه قلبم هستش اینجا که برای شما میتبه. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. البته این قلبو من با رزین توی دانشگاه درست کردم، برای یه کارگاه رزین تور بود اومده بودن تو دانشگاهمون و خیلی هم قشنگ و خوشرنگ، رنگش هم خودم درست کردم و خیلی دوستش میدارم. خلاصه که همین دیگه. خدافظ.